برای اینکه کارم یه جلوه تمیز و درخشان داشته باشه، تصمیم گرفتم به جای فیکساتیو از وارنیش روغنی استفاده کنم. واقعا از نتیجهش راضی بودم. اول از همه در وارنیش رو باز کردم. بوی خاصش، همون بوی کارگاه نقاشی، حس خلق کردن رو تو فضا پخش کرد. بهتره که در و پنجره رو باز بذاریم. من از مارک وستا استفاده کردم. مقدار لازم از وارنیش رو ریختم روی سطح کار و با یک ابر دسته‌دار شروع کردم به پخش کردنش. حرکت نرم ابر روی رنگ‌ها باعث شد سطح کار برق بندازه و رنگ‌ها عمق بیشتری بگیرن. برای تابلویی با ابعاد 2 متر در 90 از 2 تا وارنیش استفاده کردم تا پوشش کامل بده و درخشش یک نواخت بشه. هرچه پیشتر میرفتم حس میکردم تابلو داره زنده تر میشه، درست مثل لحظه‌ای که نور روی تابلو میافته.